أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله يهفو آملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله. خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. درود شريف الفلسطين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله الذي من علينا بمزيد النعم، والصلاة والسلام على نبيه سيد العرب والعجم. اما بعد، رای کرام، ثالثا این بسیار جای افتخار است و جای قدر احترام است، جای خوشحالی است که ما شما در یک مجلسی قرار داریم که افتتاح و آغاز مدرسه، افتتاح و آغاز روشنی، افتتاح و آغاز بنیادی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم کردند. رابعا، در قدم چهارم از کسی که این مدرسه را این فکر شده که این مدرسه در فکر خواهران، در فکر برادران ما شده که باید اینها علم قرآن کریم و علم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و علم فقه را یاد بگیرند. اگر شاگرد مدرسه است، اگر استاد مدرسه است، به اخلاق حمیده باید موصوف شود. اخلاق رذیله از دور بکنه. شاگرد مدرسه را که ببینه صدها خواهران باید اصلاح شود، هزارها خواهران باید اصلاح شود که آفرین شاباز به این تعلیم که تعلیم از قرآن کریم از این استاد مختار. اگر استاد ببینه با هزارها دیگر خواهران و هزارها برادران باید اصلاح شود که آفرین شاباز. قلمکش را به مقصد میرساند. جهان سپاس فراوان از جناب مولوی سید احمدین احرار، واقعا با سخنان مدبرانه و علمایشان محفل ما را مزین ساختند. در این قسمت پروگرام از جناب قاری صاحب اسلام رحمی خواهشمند کلام شریف را احیانا برای ما به خدمتش میگیرم و مقصد ما را موفق سازد. قاری صاحب اسلام رحمی. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق.
حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال حكمت من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أذكرم يارا بما هر لحظه یاری میکنی از بر زمین و آسمان پروردگاری میکنی خام نیست کارهای پختگاری از کرم به ما لحظه یاری میکنی از پرده‌داری میکنی بر زمین و آسمان پروردگاری میکنی خام نیست کارهای پختگاری ما بنده پر گناهیم تو دریای رحمتی آنجا که فضل توست چی باشد گناه ما رو به درگاهش که آوردی که گشتی نامید گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست چرای بنده یاسی در این درگاه نمیایی چرا وقتی پریشانی به سوی ما نمیایی منم با تو توی با من چرا بیگانه میگردی اگر روزها تو درگاری چرا شبها نمیایی بنده امان بگی ز تقصیر خویش آن به درگاه خدا برد ورنه سزاوار خداوندیست کس نتواند که به جا آورد دنیا طلبیدیم به مقصد نرسیدیم آیا چی شود آخرت ناطلب ما به دنیا دارم بلعیدیم غم موندن نمیارزد متاع مال دنیایی به جان کندن نمیارد
و دنیا مبن که عیوس از دلفری با کس وفا نکرد که با ما وفا کنه. خدا وقتی نخواهد عمر دنیا سر نخواهد شد، گلوی خشک صحرایی و باران تر نخواهد شد و تا وقتی نخواهد برگ از تاج نمی افتد و بادی از هجوم دزدها پرپر نخواهد شد. و حالا در این قسمت برنامه از خواهرمان سلما جان خواهشمندم تا آمدن نتی که در نظر داره به شما عزیزان ارائه نماید. تو ای انسان نمیدانی که در دنیا نمیمانی، تو را آید چنین روزی که اندر گور و مهمانی، کجا شد آدم و حوا، کجا شد که وقتی بود و در طوفان خدایش بود و پشتیبان، کجا شد یوسف مصری جمالش بود چون خورشید، زلیخا بانوی دربار تمنا کرد از اوزاری، کجا شد آن سلیمان را که شاه جن و دیوان را، کجا شد عاقبت تختش چو سوف نلقاهنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. فردا میره خانمان روان میکنه بگه برو دیخانه چیگاه بوده، بیایی پرسان میکنه ماجرا رو برش قصه میکنه، میگه دخترم من میگه شیر گفتم آب کرد که دخترم مانع شد و گفتم عمر نمیبینه، گفت لا میبینه. حضرت عمر گفت در دختری که تقوا داره در او برکت است، در او خیر است. این دختر خواستگاری میکنیم با بچه ما. خانمش رفت شما مقامتون مقام ولایت، امارات، خلافت و مردم فقیر، گفت به شما فقر میار نیست، تقوا میار است. قرآن میگه که ان اکرمکم عند الله یتقاکم. دختر تقوا داره، ما خواستگاری آمده. این درخت نکاح بچه عمر داخل شد، از عمر ابن عبدالعزیز به دنیا آمد. عمر ابن عبدالعزیز وقتی که به مسند قدرت تکیه زد، من حیث زعیم در چوکی نشست، تمام اموی ها چیزی که دارایی ها را غصب کرده بودن به مانند دوران جمهوریت، آمدن گفتن که این ملکیت های ما پس داده شود. تمام ملکیت هایشان پس برشان داد. همیشه آمد که همیشه گفتن که تو را خیلی دوست دارم عمر ابن عبدالعزیز، برو که این ملکیت های مربوط ما در آینده بزرگکاری بکنیم، بیکاری کنیم، چو کنیم. آمد گفت ای اما در برابر امر الله من امر تو را قبول ندارم. ایران گفت این دین والی عمر ابن خطاب از گفت که من را قبول نکنم. تنفیذ قانون میخواید، قانونگرایی میخواید، قانون دوست داره و حمایت قانون میخواید. این در اسلام جایگاه نداره که از ضعیف امتیاز داده شود و مسکین در شکنجه داده شود. قانون در اسلام یکسان است. پیش پیغمبر علیه السلام اسلام آمد، دختر همیشون نکاحش بچه خوندهشون بود. گفت که از قبیله دختر به نام ابن اسود گفت که دزدی کرده، دستش قدم میشه و سفارش کرد. گفت مرا قسم از ذاتی که نفسم باید بلا کیفش است که اگر فاطمه بنت محمد دزدی بکنه دستش قدم میکنه. این شجاعت پیغمبر، این قانونگرایی پیغمبر، این دوست داشتن قانون بوده، جدیت پیغمبر بوده.
اما تو بود که پیغمبر پیروانش دینه سر شمس دنیا حاکم ساز یا خود یاد است چرا در افغانستان روزها ترس ما امروز در روز قرار داریم عمر ابن عبدالعزیز در دورانش گرگ خنده نمیخورد از چوپان پرسان کردن چرا گرگ خنده نمیخوره گفتی سر اصلاح هست همه بدن اصلاح شد سر صالح هست همه بدن گفت عمر ابن عبدالعزیز از خدا میترسه گفت حتی گرگا از این حراس داره دیگر روز که دمیر آمد دید تو گرگ داخل شد گوسفند زد لنگی رو باره کرد از زمین زد گفت عمر ابن عبدالعزیز مرد گفت چه فهمیدی گفت گوسفند گرگ خورد عمر ابن عبدالعزیز آمد بچهش یک سیب در دستش میخوره فاطمه را گفتی سیب تو از کجا کردی؟ گفت یک کران بیت المال لباس بود از ماشش گفت امو را خریدم گفت مرا میخواهی که گوشت و پوست ما در آتش بسوزونی سیب از دهن دو ساله فرزند خود کشید از دست خود بیرون پس آمد تو با سیب است گفتی از ملکت شخصی می قرآن رو که پدرم با ما داده بود و بچه خود سیب موضوعی که تیل چراغه که گل کرد مولوی صاحب گفت عمر ابن عبدالعزیز عدالت در زمین تامین میکرد فاطمه خانمش یک قرآن شریف داشت به خط طلا نوشته شده بود وقتی که یاره رو میبینه در قرآن میخوانه لن تنالوا البر شما هرگز به مقام ابرار نمیرسید تا اینکه بهترین دوستانی های خود را وقف نکنید شما هرگز به مقام ابرار نمیرسید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون همین قرآن گرفت برای خدا مدرسه دختران در تاریخ نقش اساسی دارد خانم هارون رشید زبیده ملکیت‌های پدر خود عبدالملک ابن مروان را دعوا کرد یحیای برمکی آمد من حیث شاهد کیا کرد امیر است بالاخره امام یوسف رحمه الله میگه که تو شهادت قبول نمیشود میگه چرا؟ میگه در فلانه مجلس ما و شما ششته بدیم تو هارون رشید گفتی که من حیث غلام بقدی تو کار میکنم اگر راست گفتی غلام اهل شهادت نیست در اسلام اگر دروغ گفتی فاسق هستی معاون امیر المؤمنین که سر سلطه دنیا حکومت میکرد جواب میشه علما نباید متمرد باشد چاپلوسی و تمرد جرم و گناه است از نزد رسول الله و حدیث پیغمبر باید حقایق را بگویند و در جهت اصلاح جامعه کار بکنند و در پهلوی از این پشت سرش خدا رو رشید آمد و مشاهد است گفت تو فاسق هستی چرا ما فاسق هستم گفت در نماز جماعت حاضر نمیشی گفت من خود در اصلاح مردم کار میکنم کارهای اداری میکنم اصلاح جان دمیر مومنین است از مردم که بهتر است تو خود اصلاح بکنی دیگران مصلح شوی اصلاح بکنی گفت اون فاسق هستی تارک جماعت سگور شهادت قبول نیست تمام دارایی ها را به زبیده داد زبیده فروختش از دریای دجله ساحل فرات نهر را حفر کرد ایجاد کرد تا مکه مکرمه آب نبود در تاریخ اسلام قانون به نام نهر زبیده یاد می شود این زنان تاریخ دارد این مسجد ایران کی جور کردن روحان شاد بیگم جور کردن عایشه صدیقه مفتی بودن 2300 چند حدیث حفظ داشت متن سندن جرحا و تعویلا صحابه همه تصمیمش فتوا میگرفت به حساب از استاد خود احرار صاحب گفت 35 سال درس خواندم و فقط در مورد مفتی بودن یک معلومات میتم بر اساس نظریات امام مالک رحمه الله از شورای ماورالنهر از سمرقند و بخارا یک هیئت موافق 63 مسئله فقهی را گرفت رفت پیش امام مالک برش پیش کرد گفتی رو برای ما جواب بگوی 3 تایش جواب گفتی 60 تای دیگه شما چی بگوی بری با مردمتون بگوی که مالک نمیفهمی مالک نمیفهمی نگفت که من دیگر رو جواب میگم مطالعه بکنم من نمیدانم
از امام شافعی شاگرد امام مالک صاحب بودن. گفت امام مالک صاحب چقدر حدیث یاد داره؟ گفت 700,000 حدیث یاد داره. گفت یا امام صاحب از امام مالک صاحب پرسید، گفت کسی که 100,000 حدیث جرح و تعدیلا یاد داشته باشه با تمام راویات و روایاتش، گفتی مفتی شده میتونه؟ نه. گفت 200,000 گفت نه. گفت 300,000 گفت نه. گفت 400,000 گفت شاید. ما نباید علمای ما مقبول باشد 100 حدیث متنا سندا جرحا و تعدیلا حفظ بکنه و یک دوره متخصص بکنه بگه من مفتی استم و لنگی رو یک بغلا بزنه. باید تواضع باشد، شکستگی باشد، معلوم ترس خدا داشته باشد، از الله بترسد و به گونه درست تدریس بکنه. میایم سر موضوع روسا. دوستان محترم، در 26 دلو فرار روسها بودن. فرار کی؟ به افتخار آزادی افغانستان. مرد به همکارای زنده باد مجاهدین، زنده باد مجاهدین اسلام. دوستان محترم، در پایان این مدرسه را ایجاد افتتاحی شد، تأسیسش عبدالله فرزند معنوی عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. از الله التجا میکنیم که مدرسه را مدرسه دیوبند بسازیم. از الله التجا میکنیم که مدرسه را مدرسه حقانیه بسازیم. شلوم پاکستان آمده باشد. از الله التجا میکنیم که مدرسه را مدرسه بزرگ دینی وسط آسیا بسازیم. و پروردگار پاداش به شما بده و شما تقاضا میکنیم که این حمایت کنید. اگر این حمایت کردید شما دین حمایت کنید. دخترها که یک حرف قرآن میگوید ملاک گوی بازم دلش یخ نمیکنه. پیغمبر علیه السلام میگه یک طفل که بریشه ملا میره، همین ملا همین قاعده بغدادی یا نورانی را که میبره، ملا که میگه بسم الله الرحمن الرحیم که تبدیل میکنه در زبانش، پیغمبر علیه السلام میگه 4 نفر واجب جنت میشه. جنت جایش است. پدر طفل، مادر طفل، خود طفل و اینمی استادش که ملا است، اینمی تدریس میشه. دیگه افتخارتان از ما سرتان افتخار میکنم. خداوند این را کامیاب بسازد و پاداش دنیا و آخرت نصیب شد. استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و صلی الله علی النبی الکریم. خدایا آینده را سر ما بخیر. پروردگار ملک ما را آباد شاد کن. پروردگار مدرسه را تفریح کن. علما را حفظ کن. پروردگار خدمت نصیب شد. و صلی الله علی النبی الکریم. زندگی زیباست ای زیبا پسر، زنده اندیشان چه زیبایی رسد. جهان سپاس فراوان از جناب مولانا صاحب امینگل عابد که سخنان عالمانهایشان ما را مستفید ساختند. در این قسمت از برنامه جناب قاری صاحب نوراز خداوند هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثور الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. لا الله واغفر لنا يا رحمن
ارحمنا يا رحيم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا